پناهجویان و مهاجران سرسان و سرگردان در هوای تفسان در شهرک اسلام قلعه در هرات افغانستان. تعدادی از 1,200,000 افغانستانی که فقط در سال 2025 از ایران و پاکستان به کشورشان اخراج شدند، به وطنی که برای بسیاری از آنها دیگر شناختنی نیست. آنهایی که برگشتن از بدرفتاری پلیس ایران شکایت میکنند. وضعیت والا تو همین یک ماه اخیر که ما تو ایران بودیم اصلا نمیشد که از خونه بیایم بیرون و تا می اومدیم بیرون یا با پلیس یا با سپاه یا با بسیج که برخورد میکردیم زد و برخوردهای میکردن، میزدن، اذیت میکردن، میبردن پاسگاه. ما خودم تو مشهد کار داشتم، زندگی، موتور، خانه، دیدم گشت آمد در مغازه آمد مثل سگ رفتار، ما رو بزن، موتور بگیر، مغازه رو ببند. در چند ماه گذشته اخراج این مردم از ایران اوج گرفت و هزاران نفر مرز غربی افغانستان را پر کردند. بعضی فقط لباس گرفته آمدند، نه آب دارند و نه چیزی برای خوردن. بعضی ها را عزیزانشان در آن طرف مرز ماندند، خودشان در این طرف در افغانستان. 6 اولاد خردسال قطعی، یک زن جوان در اوج مانده، نه پول است نه پیسه است. این برگ خروج ما این مال دولت دیگه، هیچ کس ارز غریب گوش نمیکنه. سازمان های امدادی از وضع بدی مهاجران و پناهجویان و کمک های ناکافی به آنها بانگ اضطراب میزنند. تنها در گذرگاه اسلام قلعه به گفته مقامات طالبان در یک روز از 30 تا 50 هزار نفر به افغانستان میگذشتند. مقامات طالبان اعتراف میکنند که این مردم بعد بازگشت این گروه افراطی به قدرت افغانستان را ترک کرده بودند. تقریبا 80% این مردم در 4 سال گذشته کشور را ترک کرده در ایران میزیستند. با امید زندگی آرام و خوش به آنجا رفتند. حالا پس از بازگشت میخواهند که امکان کار و جای برای زندگی برایشان فراهم کرده شود. نگرانی اساسی مردم که به ما میگویند همین است. اما برای بسیاری ها به خصوص زنان آیندهشان در افغانستان تاریک و هولناک است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 آنها را از کار و تحصیل در اداره های زیاد و دانشگاه ها محروم کردند و از جامعه بیرون افکندند. حالا بسیاری از زنانی که از ایران برگشتند نه تنها عذاب روانی اخراج را میکشند، بلکه آینده پر از رنج و بیکاری، بدون تحصیل و بی استقلال فردی در پیش دارند. سازمان های امدادی میگویند در صورت نااندیشیدن تدبیر برای همگرایی مهاجران به جامعه ناآشنا، فقر و ناامیدی باعث ناامنی بیشتر در همسایه کشور تاجیکستان و منطقه خواهد شد.